یکی از تجهیزاتی که توی صنایع غذایی و تصفیه روغن خیلی پرکاربرده فیلتر پولیش‌ها یا همون بک فیلتران. این فیلتر پولیش‌ها برای جلوسازی ذرات جامد از مایع به کار میرن. میتونن توی جنس‌های مختلفی ساخته بشن، کربن استیل یا استنلس استیل. پولیش‌ها بر اساس دلی که از اونها عبور میکنه یا همون توناژشون طراحی میشن. ممکنه تک پولیشه یا چند پولیشه باشن. فیلترهایی که اینجا داریم 4 پولیشن. این فیلترها توی قسمت‌های مختلف فرآیند تصفیه کار جدا کردن ذرات جامد رو از روغن انجام میده. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این ذرات جامد از کجا به روغن اضافه میشن. یکی از این فرآیندهای تصفیه فرآیند بیرنگسازی بود. توی فرآیند بیرنگسازی ما از خاک جاذب برای جدا کردن رنگ از روغن استفاده کردیم. درسته که این خاک توی فیلترهای صفحه‌ای از روغن جدا میشه، ولی بالاخره ذرات ریزش ممکنه هنوز داخل روغن باقی بمونن. داخل این فیلتر پولیش‌ها فیلترهای کیسه‌ای قرار میگیرن که معمولاً تو صنعت روغن 10 میکرون یا 5 میکرونن. برای همین میتونن ذرات در حد میکرون رو از روغن ما جدا کنن و باقی مونده اون خاک یا ذرات دیگه‌ای که توی روغن هست رو برای ما فیلتر کنن. به جز خاک توی فرآیندهای مختلف مثل هیدروژناسیون، مثل فرآیند پست بلیچ، وینترایز، توی این فرآیندها هم ما داریم ذرات رو به روغن اضافه می‌کنیم و در نهایت از روغن فیلتر می‌کنیم. قرار دادن این تجهیز در انتهای خط موجب میشه که تمام اون ذراتی که ما به روغن اضافه کردیم و در نهایت یه جایی فیلترشون کردیم اینجا کاملا از روغن جدا بشن. چیزی که استفاده از فیلتر پولیش‌ها رو توی این صنعت جذاب میکنه تعمیر و نگهداری راحتشونه. استفاده از واشرهای نواری برای آببندی درشون، راحت باز شدن درها توسط این پیچ و مهره‌ها یا تعویض راحت فیلترها برای اپراتورها از این موارده.